از کجا بفهمیم دسته‌ای که داریم میخریم فیکه یا اصله؟ سلام عزیزای دل، حالتون خوب باشه. امیرحسینم توی فروشگاه وست گیم. امروز اینجاییم که 10 روش بهتون بگم که خودتون به راحتی تشخیص بدین که آقا دسته‌ای که داریم میخریم فیکه یا اصله. بریم که داشته باشیم مقایسه دسته اصل و فیک و اون 10 روش رو. خب عزیزای دل، بریم بررسی بکنیم که دسته اصل و فیک رو چجوری باید تشخیص بدیم. نکته اولی که شما دارید میبینید یه برچسبیه که اینجا هستش که این برچسبه حالا لزومی نداره که روی همه دستای فیک باشه، ولی دسته اصلی به هیچ عنوان این برچسب رو نداره. البته اینم باید بهتون بگم که من دسته های کپی یعنی بهترین فیک داخل بازار رو میخوام با دسته اصلی براتون مقایسه بکنم. بریم سراغ نکته اول. خب اولین نکاتو میشه از روی همین ضرب در دایره مثلث مربع تشخیص داد. خوشرنگی و جذابیتی که روی دسته اصل وجود داره نسبت به دسته فیک رعایت نشده. دسته فیک رنگی که داره فوق العاده جیغه و تو چشم میزنه، در صورتی که روی دسته اصلی این رنگ مات و فوق العاده جذابه. نکته بعدی که میخوام برم سراغش، روی جک IOX نوشته ای که اگزیت و هدست وجود داره که باز روی دسته اصل فوق العاده فونت جذابتری نسبت به دسته فیک داره. همچنین هدستی که روی دسته فیک وجود داره تو پره، اما هدستی که روی دسته اصلی وجود داره تو خالیه. دقت بکنین. در همین حین به اینم دقت بکنین که دکمه PS هم که وجود داره باز حالت جذابتر و خوشرنگتری نسبت به دسته فیک داره. بریم سراغ پشت دسته. نکات اساسی که میشه اینجا بهش دقت کرد و مهمترین نکته‌ای که میتونین تشخیص بدین نوع پیچیه که روی دسته اصلی استفاده شده که نسبت به پیچ دسته فیک فوق العاده با کیفیت تره. اگر دقت بکنیم به دسته پیچ دسته اصلی 1000 تویی دور اون حالا سوراخ‌های چارتاییش داره که روی دسته فیک رعایت نشده. نوشته‌ای که پشت دسته اصلی وجود داره با فونت و جذابیت و ماتی خاصی نسبت به دسته فیک میشه از همدیگه جداشون کرد. همچنین روی دسته اصلی با عدد شروع میشه اون سریال نامبر، ولی روی دسته فیک با حروف. نکته بعدی که میخوام برم سراغش نکته ایه که اینم جذابه براتون. لایت بار دسته اصلی رو دقت بکنین. یک بار دیگه باید بزنم. میبینین حالت مهتابی و ماتی خاصی داره، ولی روی دسته فیک چطوره؟ اون حالت مهتابی رو نداره و یه حالت فیروزه‌ای رنگی بهتون میده، انگار رنگی، انگار لامپ روشن کردی، در صورتی که روی دسته اصلی کاملا حالت براقی جذابتری داره. البته نکاتی که گفته شد برای این بود که خودتون بریم مقایسه بکنین در حین خرید، وگرنه نمیشه توی ویدیو این نکات رو ریزتر و دقیقتر نشون داد. خب قبل از اینکه بریم سراغ دوتا مورد آخر بررسی دسته اصل و فیک، اینو بهتون بگم که من دوتا دسته‌ای که اینجا دارم یکیش اصلی بود و یکیش های کپی بود. یعنی چی؟ یعنی بهترین درجه از دسته‌های فیک. اینو در نظر داشته باشین که دسته‌های فیک توی کیفیت‌های مختلفی توی بازار هستش و همشون مثل هم دیگه نیستن. به همین دلیل هم هستش که تفاوت قیمتی زیادی دارن. از 300-400 تومن شما میشنوین تا 1,200-300 و دسته اصلی که نمیتونی دسته اصلی رو زیر قیمت توی این وضع بازار زیر قیمت 1,900 پیدا بکنید. بریم سراغ دوتا مورد آخر. این دوتا مورد مربوط میشه به صدای آنالوگ و صدای تاچ پد. کدوم اصله کدوم فیکه؟ خودتون بگید. خب درست حد زدین. صدای دسته‌ای که یعنی صدایی که شنیدین هر چقدر خشکتر باشه اون دسته فیک و فیکتره و هر چقدر نرمتر باشه اصله.
این صدای نرم بودن از آخرین نکاتیه که شما میتونید روی دسته اصل و فیک تشخیص بدین، که البته اینجا من با میکروفونی که داشتم سعی کردم که این صدا رو یه جورایی به گوشتون برسونم. امیدوارم که مفید بوده باشه. خب خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراهیم کردی. پست رو سیوش کنین که یه موقع نپره، بر دوستاتون بفرستین که اونام در جریان باشن، یه موقعی خدای نکرده دسته فیک رو به جای اصل بهشون نفروشن. و همچنین لایک و کامنت هاتون باعث انرژی منه تا برای ساخت پست بعدی پر انرژی تر باشم. همچنین برام کامنت بذارین که تا الان تجربه استفاده از دسته های فیک رو یا های کپی رو داشتین و چطور بوده. دوستتون دارم خیلی زیاد شاد باشید.